وحشیانه خوانده و به حکومت پاکستان تعزیت و همدردی کرده. یعنی چی؟ خب یا بیادر پاکستانی هستند دیگه، مارشال های ما که از بزرگوار قن آیدی کارتشان کس از پاکستان است و امرای پاکستانی ها یا که بزرگوار همدردی میکنه. یک موضوع. موضوع دوم، بزرگوار پیام جناب احمد مسعود مستقیم برای خودت آوردیم بیادر. بگو. بیادر میگه مرا تیر بیادر از جبهه مقاومت تیر گفت جناب جنرال صاحب مبین خان بگو در ولایت زیبای وردک یک زمین جریب میری بیادر برای ما بتم میایم بیادر نموشه گوداری و گوسپنداری رو بیادر شروع میکنه. مرا تیر بیادر از جبهه مقاومت. اینال گپ در کجاست جنرال صاحب؟ خودت من نیست یک جنرال صاحب احمد مسعود میبخشی یا نمیبخشی؟ ما خو میبخشم، خو منتها ملت افغانستان ای خو تنها ایتو نیست که بیای و بدر گوسپنداری و بزداری کنه. حساب هم سر قبر پدر خود که دلار مصرف کرده 20 میلیون دلار رو خو حسابش باید بده که از کجا کرده. اینال گپ در کجاست جنرال صاحب محترم؟ اینمی کل موضوعات با اگر اجازه بدی من میاره برات کلش یکا برات توضیح میتونم بیادر. در حقیقت احمد مسعود سر و قبر بیادر 20 میلیون توزیع نکده، مصرف نکده. او جره بیادر یک شخص از با نام مارشال فهیم میگن. در حقیقت در اون جره مارشال فهیم مصرف کرد. نگفتی چرا؟ در اونجا بیادر یک دانه قبر است. خود ما و شما در دین ما است، در مذهب ما است که بیادر یک قبر 2 متر و 1.5 متر به حساب بر درازیش هسته. باز مارشال فهیم بیادر و نموجر یک قبر آباد کرد. خانگک دو بغل از او جور کرد. اگر رفته باشی جنرال صاحب باز دو نموجر اسپای خود نگاه میکرد تو آدم. در حقیقت بیادر اوجا قبر نیست، اوجا جای اسپای مارشال فهیم بود بیادر. جای اسپای مارشال فهیم خب یعنی ما او را طبیله میگیم. طبیله است؟ ای خیر ببینی این به حساب می کردکی ما و شما وطنی ما و شما بیادر اوجا طبیله خانه است خلاص. گرفتی گپا؟ گرفتم. باز من حیث یک شخص افغان بیادر سر نیمی مارشال فهیم یک سخت انتقاد کردم. گفتم او بچه مارشال فهیم یک 2 دفعه آمد پیش ما. جنرال صاحب ما وقت راستش بگم دیگه حالا ببخشید بیادر من چرا سوچ پوست کردم میگم وقت مارشال فهیم نشناختم اما بینیش که گفته وارسو نموره میگی مارشال فهیم اینال ما برات معرفی میکنه بیادر. این مارشال نیست در حقیقت داشت. ای خیر ببینی یک کله کتا داشت. این میبینیش فقط کوری پای خودت واره جنرال صاحب. آفرین شناختم. این فقط بیادر یک 3 دانه سگ داشت فقط دینمی کمپانی سگا. خب خلاص با سگا بای برد که میکرد این بیادر چیز جمع میکرد. امی دستخوشی مسخوشی جمع میکردی. یک رقم امی چی را سگار دمی کمرش هم تو میزد مساج میداد. مساج میداد. باز بیادر قربان چم باز ای دیگه جای نیافت. باز امی صاحب سگا را گو بیادر نمی سگ مگلاتانه بتین فقط من نگاه میکنم. باز اینمی فهیم با سگا را بیادر میبرد دانمو طویله خانه. اگر فکرت باش یک سوال اینه از منطقی ما شما بگیم یک قبر بیادر دو بغل قبر اتاقکا چی میکنه؟ در حقیقت بیادر اتاقکا که جای سگ است بیادر بزرگ بود. او جای سگاست. خلاص این ما شما میگم طویله خانه اونجا بیادر طویله خانه است دیگه. باز ما بیادر سخت انتقاد کردم سر از نمی آدم. گفتم او بچه اینمی مارشال فهیم گفتم یک دفعه آمد پیش من کلش که کله اونم سگا ورست ای پیشش انتقاد گفتم ما بچه فهیم امی تو بیعقل هستی، تو سواد داری سواد نداری، تو ساده هستی بیعقل هستی، چی خوردی کله تو مغز پر است یا کدام چیز دیگه پر است؟ گفتم تا جایی که نمی قدر پیسه را دادی در سر از نمی قبر امیر بیادر ما گفتم یک 3 تا کلینیک آباد میکدی که اقلا امی خانم اونمو ولسوالی میرفت بیادر دونم کلینیک اونمو جه بیادر امی فشار خودم آینه میکد. امو جه میرفت بیادر خون خودم آینه میکد. اونمو جه بیادر میرفت امو خانم اونمو ولسوالی امو جه می طفل خود به دنیا میآورد.
گفتم بچه های ازی که قدر پیسه شما دوجا آباد کردین، گفتم اینمی پیسه را یک دانه کلینیک ما زایشگاه میگیم، امی جایی که مادرها میره طفل خود به دنیا میاره. اینمی احمد مسعود اینمی بچه دومشه بزرگوار یک فرانسوی به دنیا آورده. حالا گفتم اینمی احمد مسعود میرفت اونمو کلینیک بیا در امی طفل خود به دنیا میآورد. مام خوش، خدام خوش، جناب جنرال مبین صاحبم خوش. گپ در کجا ساله؟ بله. این ما از پیشش انتقاد خوب کردم جنرال صاحب قنی، انتقاد بد کردم از پیشش. بیخیالی نام خدا. خب فکر میکنم که دیگه هم تو از قماندانی و از مقامات و از تنظیمشان خسته شدی به خیالم. نه ما بیادر دوجه فقط ما برآمدم از جنرال صاحب از این جبه مقامت نگفتی چرا؟ پاک بچه بازی روان است بیادر دو جبه. اوت یک رقم بچه بازی. آفرین بچه بازی یک دفعه بچه بازی است. بچه باز میگه بیاد چی برای ما چی میگه بیا تسلیم شد مقامت جبه مقامت. عطا محمد پوفا خو میشناسی؟ عطای پوفا میشناسم. اینی در کمپس بزرگوار دالمان آمده هفته 50 رپا میگیره. عطا محمد نور نیست، عطا محمد نور. آل اینمی عطا محمد نور آل در کمپس خودش هست، 2 تا بچهش هست، 1 عروسش هست، 2 تا نواسهش هست. او روز پیش ما آمده بود جناب جنرال صاحب یا داخل کمپس هفته 50 یورو میتیم بر از یا. باز ما گفتم بیادر ایجا افغانستان نیست که موتر کروزین یا زیر پایت باشه، فقط یک بایسکل میتونیم. گفت یکی و خلاص. باز ما گفتم خب باز ما کیس های از یار بررسی میکنیم دیگه. آمده کیس قبول میگم مرا قبول بکنین در کشور. گفتم بیادر تو یک کیس داشته باشی که چرا در کشور آمدی؟ گفت ما از گیر جناب جنرال صاحب مبین خان. دیگه بیادرام گپ بزنه. مهمه چی بر ما یکی از قمانداناش زنگ زد از بغلان میگه تسلیم شو. گفتم تو بر ما چی میتی که تسلیم شم؟ با شما کل شب و روز دنبوره میزنین نفس آدم میکشین. ما هیچ نمیتونم ده تو جبهه یعنی همی دنبوره بیخی حقیقت است. میگه 5 وقت یا دنبوره میزنن و یک رقم دنبوره نوازیست که کمی اینی که کمی خدایت میداره. باز اینی کیس نیست امی بچه ربانی که وزیر خارجه خودم میگرفت، صلاح الدین ربانی. باز او هم در این مجلس هست اینی بچه ها که پیسه را پاش میته باسو بزرگوار ده که جمع میکنه وام از نموجه. خو یک دقیقه می دیگه دوستان بفرمایید شور. کس سوال داره بیادر ما جواب میتم مقصد کسی که